روزگاری شاهزاده‌ای در حال بازگشت به قصر بود. در مسیر چشمش به مردی جوان افتاد کشاورزی ساده که مشغول کشت برنج بود. شاهزاده به سربازانش فرمان داد تا او را نزدش بیاورند. مرد کشاورز آمد و شگفتا شاهزاده دید که چهره آن مرد فقیر درست همانند خودش است. شاهزاده بیان که سخنی بگوید از آنجا رفت، اما روزگار دوباره آن دو را روبه روی هم قرار داد. این بار شاهزاده تصمیم گرفت با مرد فقیر دوستی کند. زمان گذشت. دوستی میان شاهزاده و کشاورز شکل گرفت. روزی شاهزاده گفت بیایید جایمان را عوض کنیم. مرد فقیر پذیرفت. شاهزاده به زندگی سخت کشاورزی رفت و خیلی زود فهمید که کار مرد فقیر طاقت فرساست. پس تصمیم گرفت دوباره شاهزاده شود. اما مرد فقیر که حالا در جایگاه شاهزاده نشسته بود نمیخواست جای خود را پس بدهد. او تصمیمی شوم گرفت. شاهزاده واقعی را به قتل رساند. مدتی گذشت. مرد فقیر که خود را شاهزاده می‌دانست نزد والدین شاهزاده رفت تا بگوید من پسر واقعی شما هستم. اما دیر شده بود. مادرش حقیقت را می‌دانست. او پسر واقعی خود را مسموم کرد و کشت. و از این داستان میتوان درسی بزرگ گرفت. طمع و فریب هرچند در آغاز شیرین به نظر برسند، سرانجامی تلخ و نابود کننده دارند.